همینجوری میریزنش جلوی عراق که اصلا درو میکنه بچه‌ها رو بدون آموزش برنامه، که بعد بعضیا فکر میکنن که این اصلا طرح شیعه کشی آمریکاست، طرح انقراض شیعه است که به همین راحتی ما بچه‌هامون رو جمع بکنیم بیاریم بریزیم جلوی تیربارای عراق. من هیچ اصلا حرفی ندارم. خوب اتفاقا اون عکسی که شما میگید جام زهرا من و آقای روحانی و اون چیز که این جزء افتخارات ماست. یعنی ما این کاری کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میریختن رو زمین. این بعضی ها چجوری این هنر بود که قدر دیگری هم باز بچه همونو بکشیم. تازه این که داره این حرفا رو میزنه یکی از همون هایی بوده که با درایتش 8 سال این جنگ بی حاصل رو کش داد و صدها هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد. حالا امروز اومدن میخوان اون تصمیمات جنایتبارشون برای مجبور کردن بچه مدرسه‌ای ها به رفتن روی میدانهای مین رو اینطوری ماله کشی کنند. در مقایسه با جنگ های دنیا فقط یک جنگ بود که اجباری برای حضور نبود و اون هم دفاع مقدس ملت ایران بود. هیچ اجباری نبود. اجبار نبود؟ بابا شما تو خیابون تور مینداختین، جوانای مملکت رو به زور میگرفتین میبردین جبهه، تو مدارس کلاس به کلاس بچه‌ها رو بلند میکردید میفرستادید جبهه. اینهاش تو روزنامه خودتون همون روزا خبرش رو میزدید، عکسش هست، کل کلاس رو خالی کردید، تازه اونم بدون اطلاع پدر و مادر، چون اون ابلیس فتوا داده که نمیخواد به والدین بگید، برشون دارید ببرید جبهه. روزنامه جمهوری اسلامی 9 آبان 61. سوال از خمینی: در شرایط حاضر رضایت والدین برای رفتن به جبهه لازم است یا خیر؟ جواب: تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد رفتن به جبهه واجب است و اجازه والدین شرط نیست. امضا روح الله خمینی. یکی از بزرگترین جنایت‌های شما در این جنگ تباه ضد میهنی کشتن یک نسل از دانش آموزای کشور بود. دانش آموزای 14-15 ساله که هنوز هم به این کودک کشی افتخار میکنن. طول دوران دفاع مقدس ما 550,000 نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند. جمع کثیری از دانش آموزان اومدن پای دفاع از کشور. کسی میتونه به من بگه چند درصد رزمندگان دفاع مقدس دانش آموز بودن؟ فقط دست بلند کنه، جایزه خوبی هم بهشون بدیم. نه چند درصد؟ نه خیلی بردی بالا. خب اینطوری میگی بالاخره به عددی میرسیم دیگه. نه بله حدود 20%. آره. خب چند درصد شهدای جنگ از دانش آموزی بودن؟ یه دست بلند کنید یکی بگو. بله حدود 17 تا 20%. عدد دانش آموزی ما معنا داره. اینکه عزیزی اشاره کرد 36,000 شهید دانش آموز، قریب 20% شهدای ما که همه کشور نظامی و غیر نظامی و از اقشار مختلف 20%ش دانش آموز. این عدد کوچیکی نیست. حالا این قطعه از تاریخ که مربوط به دفاع مقدس و جنگ 8 ساله است که نوجوانان ما نقش اساسی داشتن در یگانها، گردانها، گروهانها، تیپها و لشکرها. سازمان اصلی و شاکله اصلی یگانها عمدتاً دانش آموزی بوده. آدم وقتی این موجودات رو میبینه بعد راز بقا میبینه، واقعا سوالش میشه که چرا به اونا میگن حیوان، به این موجود میگن انسان؟ نعمت و تبریک و تهنیت که میگفت مال همین دانش آموز کشی بود.